سلام آقا جمشید، خسته نباشید. سلام آقا کامبیوز، بفرمایید، خوش آمدید. یه خرید سنگین داشتم. به به، چه عالی، بفرمایید. انتونوایی میخواستم 2 کارتون، 10 تا آب میوه بزرگ آلبالو، 10 باکس دوشابه مشکی، دوغونی برنج اصل ایرانی، روغن بزرگم 5 عدد، شامپو و لوازم بهداشتی هم بیاد. دمت گرم. بفرمایید، اینم جنس های شما. قابلی نداره، 30 میلیون ناقابل. بفرما. رمزش هم 1222. آقا کامبیوز، این که موضوعی نداره. میدونم حقوقم که همون روز اول خرج شد با این قیمت ها. فقط تراپیستم گفته بود که هر وقت حوزه رو حل نداشتی این کارو بکن. خداحافظ. مسئول مربوطه عزیز، حواستون به این مردم خوب و با شرف عزیز ایران باشه. تو این ماهای اخیر واقعا شاهد افزایش چشمگیر قیمت ها بودیم. هم خود فروشنده نمیتونه فروشی بکنه، هم مردم بی قدرت توان خریدشون از دست دادن. واقعا چاره‌ای بیاندیشید. این مردم خیلی خوبن، حواستون بهشون باشه.